عربستان سعودی با پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه یک هواپیمایش را فرستاده است. وزارت مدافع عربستان سعودی میگوید این هواپیما در عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی استفاده خواهد شد. عربستان سعودی گفت که قرار در مورد ارسال نیروهای زمینی به سوریه به آن وابسته خواهد بود که ائتلاف زیر رهبری ایالات متحده آمریکا چه قرار قبول میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ارسال نیروها برای عملیات در سوریه را از احتمال دور می‌داند، ولی ترکیه و عربستان سعودی تاکید کردند که عملیات زمینی ائتلاف بین المللی در سوریه را دستگیری خواهند کرد. برای صحبت در این باره رئیس برنامه‌های منطقه آسیای جنوبی و خاورمیانه رادیوی آزادی مردو سوغام را دعوت کردیم. صرف نظر از درخواست ایالات متحده آمریکا و ترکیه، روسیه تاکید دارد که بمباران گرد و اطراف شهر حلب سوریه را متوقف نخواهد کرد. ائتلاف بین المللی به این موقع سرسختانه روسیه چی جواب داده میتواند به فکر شما؟ ببینید، حملات هوایی روسیه اوضاع نظامی را در سوریه کاملا تغییر داده است. در حالی که چند ماه پیش رژیم بشار اسد در حال سقوط بود، اکنون روسیه، ایران و نیروهای اسد در حالت حمله به مخالفان و پیروزی‌های نظامی هستند. البته این حملات هوایی روسیه باعث مرگ و کشته شدن هزاران آدم بیگناه شده، ولی به نظر می رسد که برای روسیه این فاکتور بسیار مهمی نیست. دلیلی که هنوز مذاکرات ادامه پیدا میکنه اینه که به نظر بنده روسیه میخواد وانمود کنه که حاضر و آماده مذاکرات است، ولی در واقع هدف روسیه اینه که وقت بیشتر به دست بیاره و در این مدت 2 یا 3 ماه آینده بتونه نیروهای مخالف بشار اسد را کاملا شکست بده. و اگر این اتفاق بیفته، البته روسیه یا هیچ انگیزه‌ای برای مذاکره نخواهد داشت، یا اینکه در مذاکرات فقط شرایط خود را تحمیل می‌کند. پس اینجا سوال پیش می‌آید که چه کشوری، چه قدرتی می‌تواند دخالت کند و روسیه را مجبور به مذاکرات جدی کند. و وقتی این سوال را مطرح می‌کنیم، ذهن همه می‌رود طرف ایالات متحده آمریکا. آقای مردو، ارسال نیروهای عربستان سعودی به ترکیه و احتمال اشتراک آنها در عملیات زمینی بر ضد گروه دولت اسلامی در خاک سوریه چی تأثیر خواهد داشت؟ واضح است که دولت پرزیدنت اوباما حاضر به دخالت جدی و یا دخالت نظامی در خاورمیانه نیست و این به روسیه اعتماد به نفس داده که به حملات هوایی خود گسترش بده و راه حل نظامی برای سوریه ایجاد کنه. عربستان سعودی و ترکیه در این شرایط متوجه شدند که امید به دخالت نظامی آمریکا نیست و خودشان باید نقش فعالتری بازی کنند. البته به نظر بنده تهدید ترکیه و عربستان سعودی برای دخالت نظامی زیاد جدی نیست، به 2 دلیل. عربستان سعودی برای اینکه بتواند 10,000 یا 20,000 جنگجو سرباز به سوریه بفرستد کار بسیار مشکلی است و برای ترکیه اگر دخالت قاطع بخواد ترکیه انجام بده، باز هم 10,000 سرباز باید وارد سوریه کنه و از مرزی که بیشتر تحت کنترل کردهای مخالف ترکیه است. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر تهدید به روسیه که روسیه را وادار به آمدن به مذاکرات جدی است و نه واقعیتی که 50 یا 60,000 سرباز ترکی و سعودی وارد سوریه بشوند. اگر این اتفاق انجام بگیرد، معنی این جنگ جدی، جنگ گسترده منطقه‌ای است که در آن ایران، روسیه، نیروهای شبه نظامی مثل حزب الله، ترکیه، عربستان سعودی، شاید اردن و شاید نهایتاً ایالات متحده در میان خواهد آمد. تشکر از شما مردو سوغام، رئیس برنامه‌های منطقه آسیای جنوبی و خاورمیانه رادیوی آزادی با ما بودند.